روزی وصلی دوستداران یاد باد، یاد بادم روزگاران یاد باد. این زمان بر کس وفادار نمانده حیاری، زان وفاداران یاران یاد باد. وفاداران یاران یاد باد. کامم استم خیرم چون زهر شد، کوششی آن غمگساران یاد باد. مبتلا گشتم در قید بلای حیاری، بانگ نوش باده خواران یاد باد. بانگ نوش باده خواران یاد باد. بس که یاران فارغند از یاد من، از منشان را هزاران یاد باد. رازی حافظ این زمان گفتم مانده حیاری، ای در رازداران یاد باد. ای در رازداران یاد
از یک هنرمند، مثلا از هنرمندی خلقی تاجیکستان استاد ظفر نوزیموف ما بارها و بارها در این برنامه آهنگ شنیدیم، ولی هر بار خاطرشان را نفران زنده تر میکنند که صدایشان بیشتر به آن کس شباهت دارد و بیشتر خاطره آن کس را، یاد آن کس را در مخلصانش، در ذهن مخلصانش زنده و زنده تر می سازد. درود به شما. برنامه خاطره ها است، نشر تازهش پیشکش شما و چون اسمی استاد ظفر نوزیم رو بردیم یادآور میشویم که ترانه اول مال ایشان بود، غزل از حافظ بزرگوار و برایمان اجرا کردن. هنرمندی جوان، نفری که بسیار هم ما رو با صدای خوبشون به یاد استاد ظفر نوزیم بردند، عبدالشکور یوسف زاده و همراه هنرمندان کسبی مطربان چیرده است امروز در مهمانی برنامه ما قرار دارند. خوش آمدید. تشکر زیاد برای دعوتتون. و فکرم علاقه زیاد شدید که صدایتون به ظفر نوزیم مانند است. من خودم نیز حرکت میکنم که همون هنر استادان رو آموزم تا همون نازکی که هست با همون نازکی و نالهاش من حرکت میکنم که اجرا نمایم. تا جایی که ما میدونیم شما در رشته تیپ فعالیت میکنید و در دانشگاه طبی تاجیکستان یک انسمبل مخصوصی هست که شما اونجا فعالیت میکنید، انسمبل شفا، دسته شفا و از طب به صنعت رو آوردن و همزمان همراه آنی که طبابت میکنید و ایجاد رو دوست میدارید. تاثیر چی است؟ شاید تاثیر همین استادان بزرگ، تاثیر همین مکتب های خوب؟ من از کودکیان به صنعت مهر بستم. من در تلویزیون ها، رادیو ها همین سرودای استادان رو وقتی که گوش میکردم من برآورد آنها میسراییدم. وقتی که صدای استاد ظفر نوزیم صدا میداد پدرم همون میگفتن که انا صنعتکارو، بعد ما آینه نیلگونه صدایش بلندتر میکردیم. بعد هم شاید که همون باشد که من همین بسیار اکنون صنعتکار اصیل خیلی میشده باشد. گفته همون استاد بسیار گوش میکردم و صدایشون بسیار زیبا بود. همون در یادم هست جشن‌های استقلالیت صورت کشوری من میسراییدن، همون رو ما گوش میکردیم. بعد وقتی که من به کنسرواتوری اومدم ما با شاگردان استاد زایشا حیدر، استاد ششمقام ما تمرین میکردیم و استاد گوش کردن، نخست گوش کردن و گفتن که شما همین رویه رو نقص قپید، گفتن از شما صنعتکاری خوب میبراید، گفتن همین صنعت استادان رو آموزید بسیار خوب میشود. بعد من بسیارتر تمرین کردم، کار کردم از بالای خود. و این سرود رو شما در آزمون با نفوذ جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اجرا کردید؟ من طول چند سال میشود که در این آزمون اشتراک میکنم، در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من. و سال یکم در یادم هست سرود مادر استاد ظفر نوزیم رو سراییده بودم. وقتی که من برآمدم اعلان شد که سرود استاد ظفر نوزیم و از طرف طبیب سراییده می شود. هم با من نگاه کرده ایستادن که طبیب چه خیلی سرود می سراید، حتی که جوری گفتن که شما چه خیلی دانشگاه طبی ختم نمودید، شما با آزمون سرایندگی آمدید، نواختن رو از کجا؟ آنها باور نکردن که من سرود خوانده میتوانم راستی. بعد وقتی که من همین سرود رو خواندم همون جوری خودش گرفته تلفن موبیلیش رو همون مرا ثبت کرد. خوشبختانه باز من در همون آزمون جای دوم رو اشغال نمودم. ولی خوب است توجه، خوب است اونه که مثلا مردم بیشتر توجه میکنن و اونه که یعنی زنده تر میشود یاد و خیال اون هنرمنده که اصیل است و همیشه برایشان جاودانه است. هر مصرع سرودی اون همون مانندی صدایش رو دوست میدارند. حتی حالا فرصت داریم که یک ترانه دیگر بشنویم و شما نه تنها از استاد ظفر نوزیم بلکه از استادان دیگر نیز اجرا میکنید. من بسیارم مخلص استاد دوستمراد علی میباشم و بار اول وقتی که من همین سرودای استاد ظفر نوزیم رو میسراییدم بعد مخلصان استاد دوستمراد علی از من خواهش نمودن که من سرودی
بیما من سوزم تو در امان باشی رو اجرا نمیم. من گفتم که من این سرود رو نمیتوانم. بعد باری اول با من همون خودشون نویسته دادن و گفتن که همین چی خیلی که تو میتوانی، گفتن همون خیلی سرای ما اینو گوش میکنیم. من یک دو بار گوش کردم و همین سرود رو بعد سراییدم. بعد همین خیلی آواز نمودم سراییدن سرودی استاد رو. من بسیار سرودهای استادان رو تا حال گوش میکنم، بسیار دوست میدارم. حالا ما فرصت داریم که این ترانه که شما برایش بسیار زحمت کشیدید و درخواستی بود آماده شدنش بشنویم. باشه. خزان گردم عمره به خزان جاودان باشه به خزان و گلفشان باشه بمان من سوزم و تو در امان باشی بمان من میرم و تو جاودان باشی بمان من سوزم و تو در امان باشی بمان من میرم و تو جاودان باشی بمان هر لحظه چنگی نامرادی ها بر رخسارم خطی آژنگ بگذارد بمان عشقی تو چون زخمی نهان دل لحظه و فروز آزارد بمان عشقی تو چون زخمی نهان دل مرا هر لحظه و فروز آزارد توانی صد توانا را به تو بخشم یک من اگر تو ناتوان باشی به پاس این همه امید قربانی مبادا دشمنم را یاری جان باشی مبادا که عزیزی دیگران باشی بیمان مسوزم و تو در امان باشی بیمان
تو در امان باشی بیمار من میرم و تو جاویدان باشی بیمار من سوزم و تو در امان باشی تشکر بسیار زیاد. واقعا هم آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من برای بازگشایی کردن چهره های هنر، چهره های نو صنعت یک کمک بسیار بزرگ است. ولی میخواهیم از آن بدانیم که شما قبل از آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من چگونه فعالیت داشتید؟ تا کجا اجرایتان را مردم میشنیدند؟ تا کجا برای دوستداران و هواداران صنعت یک استادان اجرا میکرد؟ در کودکی وقتی که در خانه ما مهمانان می آمدن، ما عمک و توا ما یک محفل تشکیل میکردیم و دادرم تولک نواز بود. من همون ربابای خودسازم قطعی من سرود میخوندم. دیگر رباب واقعی میساختید؟ رباب میساختم که راستیگه من اون وقت نوتا چیز نمیدونستم. همون یک چوبه بود که یک کاسه داشت و خود ساختم که خودم رباب کرده بودم. همون سرودایی که خودم می نواختم همون رو گوش کرده. من پرده مثلا پرده بسته بودم و همون خیلی راستیگه می سرویدم هم گوش میکردم. بعد من بسیار میخواستم که صنعتکار شوم از کودکی، لیکن پدرم نخواستم. من حتی که یک ماه در کودکیم به درس رباب رفتم. بعد پدرم گفتن که با ما صنعتکار لازم نه، در اولاد ما صنعتکار نبود، از تو هم صنعتکار نمیبراید. بعد در مکتب من بسیار همون انتظار میشدم درس‌های سرود را. معلم خبیرف بودن، از درس سرود درس میدادن. بعد هم اکاردیون و هر روز رباب و تار و مثلا دیگر اسباب‌های موسیقی را آورده در صنف با ما موسیقی می‌نواختن و ما تمام صنف سرود می‌خواندیم. حتی که اما آزمون‌های صنفی هم می‌گذراندیم. با مکتب ما مهمانان می‌آمدن، ما خور تیار می‌کردیم. بعد در همونجا من بسیار می‌خواستم که در همین خور اشتراک کنم. بعد همون استاد گوش کردن گفتن که همون یک آواز دغل آمده است. در اونجا متأثر شده بود، همون به بلوغت رسی بود. بعد گفتن که هم یک آواز دغل نفورم آمده است کی باشد گفتم. بعد من میدونستم که همین آواز من است که بعد نه که من هیچ نگفتم. یک به یک ما رو گوش کردن استاد. گفتن که شما برایت گفتم آواز شما از شما سراینده نمیبراید گفتن، شما دیگر سرود نخوانید گفتم. در همون جا من کمتر رو 70 شدم، دیگر نخواستم اجرا نکردم. برای اینکه این معلم یکم نفره نبودن که به من میگفتن که آواز تو بسیار دغل است و تو سرود نخوان، صدای تو رو گوش کرده نمیشود. همین در کورس چهارم در دانشگاه طبی میخوندم. در جشن نوروزی باید سرود تیار میکردیم. باید در اونجا رباب مینواختم، سرود تناوا رو. به تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفته. بعد یک همکورسم محیدین جان باید سرود تناوا رو میسروید. بعد اعلان شد که ما باید برآمد کنیم. در تالار لکسیونی ما باید برآمد میکردیم. همون تالار پر شد. بعد گفت من میترسم، گفت من نمیبرایم. گفتم آخه چی خیلی اعلان شد رفتیم. بعد گفت نه خودت برآمد کردن. گفتم آواز من دغل است. گفتم من به هیچ کس معقول نمیشه. گفتن نه اکنون چیز شود برو. گفتم همه گفتم من برو سر راستیگه در همین یک سبب شد که من باز به صنعت برگشتم. وقتی که من همین سرود رو تمام کردم که همه قرصک زد و همه پرسان شد که یگان کس باور، حتی که من خودم هم باور نکردم که همین برآمد کردم، به همگان معقول شد. وقتی که برای پرسیدن که تو چه خیلی نواختن رو یاد گرفتی، چه خیلی تو سراییدن رو یاد گرفتی، خودم هم حتی که باور نداشتم که من در اونجا سرود میسرایم. بعد از این شامل دسته شدید و میگونه تو در اونجا با تفسیه همکورسانم که گفتن تو بس شعبه فرهنگ رفت، در اونجا
همون دسته شفا هست تو رو در همجا ما رو قبول کردند. ببینید چقدر خاطره ها میتواند باشد پشت یک اجرا کردن، پشت یک هوس، یک محبت که نسبت هنرمندان هست و میخواهی که همان شوق رو ادامه بدهی و واقعا هم تأثیر دلبرداری انسان رو تشکل میدهند برای آنه که بتواند پیشرفت داشته باشد. این خیلی مهم است. حالا مثلا سمت طبابتتون چی است؟ در بیمارخانه نیز فعالیت میکنید؟ در کدام سمت؟ غیر از آموزگاری در دانشگاه طبی، در بیمارخانه کلینیکی شهری بیماری سرایتی کودکان شهر دوشنبه همچون طبیب فعالیت می-نمایم. حتی از من پرسان شدن که شما می شود که با موسیقی طبابت کنید؟ البته موسیقی این یک نوع درمان هم هست. نوع درمان هست که حتی که همون ابن سینا خودش هم موسیقی شناس بود. من خودم سیستم عصبی خودم رو، خستگی های خودم رو با همین موسیقی میبرم. همون چیزی که درد و ناله‌ای که در دل من هست همین با موسیقی، با رباب و با یک آواز میبرم. لیکن در ساحه طب حالا من موفق نشدم که این استعداد خود رو استفاده برم، برای آنکه من با کودکان بسیار خردسال کار میکنم. لیکن در آینده شاید که خدا کند که تحقیقات ها برم و در این سمت نیز یک موفقیت رو به دست آورم. بسیار خوب. بعد از این صحبت گرم میل شوندن یک ترانه دیگر داریم از استاد دوست مراد علیف هستن. این ترانه نوبتی کدام ترانه است؟ تو را من دوست می‌دارم. مرحمت. اگر چرخم بیازارد تو را من دوست می‌دارم. اگر چرخم بیازارد تو را من دوست می‌دارم. تو یک تای منی گل تسلای منی گل اگر جانم رمق دارد تو را من دوست می‌دارم. اگر جانم رمق دارد تو را من دوست می‌دارم.
گوشی تو نمیخورد تو را من دوست می‌دارم و گوشی تو نمیخورد تو را من دوست می‌دارم اگر گردونی دنیا گدم نبگذارد که شاد باشم گذارد یا نبگذارد تو را من دوست می‌دارم قسم بر خالی ابرویم قسم بر شعله مویم قسم بر چشم خمارم تو را من دوست می‌دارم قسم بر چشم خمارته تو را من دوست می‌دارم واقعا نمی شود از این سرودها با آسانی گذشت. نمی شود که این سرودها رو دوست نداشت و نمی شود که در خاطر از این سرودها نشانه حال خوب نداشت. و هر یک این سرودها گرچنده که در برنامه خاطره ها مراتبه اول نیست که صدا می‌دهد، ولی زیر هر مراتبه اجرا هر قصه الهیده است. وقتی که شما این سخنان رو گفتید من یک چند واقعه با خاطرم آمده. در یک محفل نشسته بودیم، در همونجا همون سرود قدیم افزون رسولدار جانانه بعد گلدسته قدیم افزون رو یکون 5 مراتبه گلدسته رو یکون 4-5 مراتبه دیگر ما سراییدم. باور میکنه وقتی که من هر بار که می سراییدم آخی ما میگم دیگر سرودون نیست هست ما تیار نمودیم نه انمی سروده میخونیم به خاطر که برایشون پسند آمد. 1-2 نفره که در همونجا بودن آدم کسانی کلانسو اینا مخلصای استادان بودن. بعد هر یک سرودی که ما می سراییدیم بعد همون یا که گلدسته یا که قدیم افزون یا که مادر هم فقط همون سرودا رو خواهش میکردن. خیلی وقتی که مخلص استادان وقتی خواهش میکنن ما نگفتن رد کردن نمیشه. هر مهمونانی که مثلا با سن سالی بزرگتر تجربه دارتر با برنامه ما آمدن و از استادان قصه کردن، آنها نیز همین سخن را میگفتند که از خود آن هنرمندان نیز در هر محفل چند مرتبه درخواست میشد که تکرار به تکرار این سرودها را بخوانند. شاید این سرودها بیشتر از هر نوع سرود دیگری در محفل ها و خاندان مردم تاجیک صدا داده است. خیلی سرودهای دوست داشتنی هستند. من فکر میکنم که این سرودها با مردم ما دورای کودکیشون رو به خاطر میرسونند. همون توی تماشا جشنواره هایی که در کودکی آنها در جوانی آنها بود، همین سرودها شاید که به خاطر آنها همون دورای پیشین رو رسوند. مرور کردیم خاطره ها رو و حرف زدیم اطرافیانه که چگونه شروع کردید رسیدید به انسامبل و میخوایم با صحبت رو ادامه بدیم اطرافیان که در آزمون چی خبر است، جای چندم رو در اشتراک سزاوار شدید و برای دوره نهایی چه آمادگی ها دارید؟ از ایجادیات استادان وقتی که سرود انتخاب کردیم و اکثریت همون
جوریون گفتن که این تقلید است و مثلا شرط آزمون دیگر بود و این خیلی فکر هم بودن. دیگرهایشان باشد مثلا دستگیری میکردن که ما با این یاد استادان رو زنده می نماییم. آنها بسیار شاد بودن که امروز جوانان رو آوردن به صنعت استادان و عین حال ما برای دور نهایی با استاد ظاهرشاه حیدرов موسیقی کلاسیکی تاجیک 6 مقام سرخبار آرامیجان رو آماده کرده ایستادیم. همراه استادان کنسرواتوری نیز همکاری زیش دارید گمانم؟ من بسیار اشتراک کردم در درس‌های خورشید ابراهیم زاده و دیگر استادان. در برابر آنی که یک طبیب موفق میخواهید بشوید و ساعتون رو ادامه بدید، به صنعت چقدر مثلا توجه و نقشه ها در آینده دارید؟ تنها همین گونه مثلا برای یک گروه خرد و یا میخواهید کارهای بزرگتر ایجادیات ها از خود نیز داشته باشید؟ من فکر میکنم که همون چیزی که در دل آدم هست آدم باید همون رو کند. مثلا من میخواهم که بسیارتر در همون جهانبینی من بسیار وسیع باشد. یگون کس برای علم آموختن، مثلا علم آموختن، کسب آموختن، هنر آموختن و یک برای وسیع شدن جهانبینی باید یگون چیز مانع نباشد. من فکر میکنم پیش از اون که از ایجادیات خود یک حاصل جمع کند سراینده یا که در کدام ساحه نباشد باید و یک تحقیقی داشته باشد. مثلا وقتی که ما ادبیات رو خوندن رو میخوایم ما باید الفبا رو خوانیم. در عین حال من میخواهم که اجرایش 6 مقام صنعت 6 مقام رو آموزم، اجرایش استادان رو آموزم. بعدتر من میخواهم البته سرودهای خود رو ایجاد نمایم. هستن سرودهای ایجاد کرده خودم. من عین حال در بالای اونها کار کرده ایستادم و وعده میدم که در روزهای نزدیک من وقتی که با استادان با تمرین میکنیم این از پیش نظر استادان میگذرد. وقتی که استادان سرودهای ایجاد کرده من رو اعتراف کردن البته بعد من میتوانم که به اونا پیشکش کنم. یگونه چیزی که در زندگی انسان نمیتواند انتخابش داشته باشد از میان شغل ها و کسب ها این استعدادش است که اگر استعداد در جوهر باشد اون حتما که رشد میکند، اگر نباشد آموزش های زیاد هم بفایده است و اگر استعداد باشد آموزش آن را صیقل میدهد، اگر استعداد باشد آموزش آن را به اوج اعلا میرساند و معرفیش میکند. به شما موفقیت در راه انتخاب کرده باشد که استعدادتون باز هم تکمیل یابد و همین گونه پیرو و ادامه دهنده راه استادان صنعت باشد. تشکر دیگر. در فرجام برنامه یک ترانه دیگر داریم از استاد ظفر نوزیم. سرود استاد ظفر نوزیم گلدسته رو میخواهم پیشکش بینندگان سازم. مرحمت. گلدسته تو را جستم عشق رفته باز آمد. گلدسته تو را دیدم عمری رفته باز آمد. گلدسته تو را دیدم عمری رفته باز آمد. هر صبح سعادت ها با یادی تو میخه
صبح سعادت ها با یادی تو میخیزم، بر روی خزان گشتم اشک از دیده میریزم، بر روی خزان گشتم اشک از دیده میریزم. گل دسته تو را جستم، عشق رفته باز آمد. گل دسته تو را دیدم، عمری رفته باز آمد. از اشکی روانی من گل در شور از آراید، از اشکی روانی من گل در شور از آراید. زانجا که گذر سازی گل بندم بگه سویم، زانجا که گذر سازی گل بندم بگه سویم. گل دسته تو را جستم، عشق رفته باز آمد. گل دسته تو را دیدم، عمری رفته باز آمد. کشتی محبت را بیرق ظفر باشد، کشتی محبت را بیرق ظفر باشد. خدی چون علیفت را به زیر و زبر باشد، خدی چون علیفت را به زیر و زبر باشد. گل دسته تو را جستم، عشق رفته باز آمد. گل دسته تو را دیدم، عمری رفته باز آمد. عشق رفته باز آمد. خاطره ها همیشه جزء مهمی از زندگی ما هستند و مرور کردن آنها وابسته به حالت حال ما را دگرگونه می سازد. و زیر نوای آهنگ ها ما همیشه خاطره داریم. زیر نوای آهنگ های زیبا حالت های گوناگون رو پس سر کردیم و گوش کردن آنها طبیعی است که خاطره ها را نو به نو در ذهنمان زنده می سازد. و ما امروز همراه یک هنرمند جوانی با استعداد مرور کردیم خاطره های خوب رو و یاد کردیم از استادان صنعت و مانند ظفر ناظم و دوست مراد علیف. همچنان در مورد خاطره های خوبه که خودشان داشتند حرف زدیم و رسیدیم به فرجام برنامه. یادآور میشویم بار دیگر که همراه ما بودند، هم صحبت ما در این برنامه خاطره ها بودند عبدالشکور یوسف زاده همراه مطربان چیره دست و مهمانان ما را بار دیگر خوش آمدید میگویم
و با همین رسیدیم به فرجام برنامه. باشد که شنیدن چنین ترانه ها همیشه شما رو یادی خاطره های خوب برد و در چهره گرمتان خنده های صمیمی را هویدا سازد. تا بعد دوستان.